خب همه بچه‌های تونایتی سلام. حالمون خوب نیست حقیقتا. وضعیت امروزمون اینه قراره که یه چالشه یه آبدوغ با چالش درست کنیم. آره. و اصلا نمیدونم چرا همچین ایده‌ای به ذهنمون رسید. چون مریضیم. قراره یه آبدو خیار درست کنیم ولی یه تفاوتش اینه که ما تایم داریم و هر 2 دقیقه از این کاغذایی که اینجا هست باید یکی رو برداریم و اون چیزایی که این سمت میزه رو اینجاست که حالا رو تصویر احتمالاً رو تصویرم اینجا گوشه‌های میاد تصویر که چیزای عجیب غریبیه داریم که اینجا چیا داریم و چند تا چالش انجام دادنیه. آره. حالا بریم جلو دستتون میاد اون چالش هم احتمالاً رو تصویر میاد دیگه. آره اون چالش هم بریم شروع کنیم سجاد، چون اولین 2 دقیقه الان تو راهه سجاد جان. خب بریم سمت سریع‌تر چیز بکنیم. ما الان تایمر راه افتاده و به زودی فقط امیدوارم که چالشی که ما داریم اینه که بعد اینو سریع انجام بدیم که این 2 دقیقه ها کمتر شه. آبدو خیار اصلی رو باید درست کنیم که شامل نون و دوغ و خیار و گردو هستش. دیگه چیز دیگه نداریم. نمک و بقیه آیتما مجازاته که یکیش برای سجاد مجازات نیست، البته کشمش سجاد جان دوست داره، برای من مجازاته دیگه. اما گردو خراب. خب اولین 2 دقیقه‌مون خیلی زود. یا خدا ببین من مطمئنم چیزای خوب میشه، مطمئنم. دوغ هنو نریختیم، ما رفتیم سراغی. دوغو میریزم همون تو برده من جورت ندارم. نه اولی تو برده، دومی من دارم دیگه. یا خدا یخم بچه‌ها از قبل گذاشتیم. کار با چشم بسته. پاشو چشماتو. چرا باید اولین چیزیم بیاد؟ بده آقا بده من. این خود زهر بگیر. ساعت هم من در بیارم. من به خدا خیلی دارم زحمت می‌کشم بچه‌ها. بیا من خودم کردم. بدو سجاد بدو. چه سخته. کی اینو گفت؟ اگه موجام کنده شه من میدونم. خب چرا اونجا اینقدر زیاد میزنی؟ خب باید یه ذره بزن در حدی که چشت بسته شه دیگه. اخ الان بسی چیز نکنی ها. بله مگه من مثل تو هم سجاد. بریم برای من داشتم خیار میکنم. آره سجاد داشتم میگفتم دستتو نبری دیگه بعد از این. نه حواسم هست. آره فکر کنم بدترین چیزی که بعد اومد نه. آره نه بدتر از این هم میشه. همیشه بدتر از این میشه. امیدوارم که خیاره رو دارم درست دارم. میدونی چی میگم؟ آره در خدا رو شکر. ای بابا کاردای استودیو خیلی تیز نیست. خدا رو شکر. دوغ ریختی به مقدار کافی؟ 2 دقیقه شد؟ خدا رو شکر. برده آی تو خب چرا انقدر عمیق زدی؟ خب برده تو دوغ اضافه کن. من نه دوغ خوبه اندازه. بچه ما قرار بود گردونه بذاریم، ولی از اونجا که تو ویدیوهای قبلی هم گفتیم یه کمالگرایی بسیار مزخرفی منو سجاد داریم، هیچ گردونه‌ای به نظرمون خوب نیومد. آره. برای همین ریختیم تو ظرف که این از گردونه بهتر بود. پفک سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. خیلی بدتر از اون چیزی که فکر کردیم داره پیش. پفک اضافه کن عزیزم. چی بود برداشتی آخه؟ من خیار هنوز نکن. حاجی چقدر خوب کندم ها. این دوغ همشو حالا نریز بچه. به خدا ما 2 تا آدم مریضیم، معده هامون. بگی 2 دقیقه تمام شد. بریز بابا بره. من با این سرعتی که ما داریم میریم ما آیتم کم میاریم، انقدر کندیم.
اون چی بود خوردی؟ پفک از تو این عدا تو چیپس خوری؟ چیپس بیشتر بودم. یه ساعت دارم به بچه ها توضیح میدم، میگم ما جفتمون معده‌هامون ناراحته، همه رو نمیریزیم، یهو همه رو ریختیم. یا اول فصل الان پفکا خیس میخوره. چرا آخه این ایده کی بود پفک؟ خیلی احتمال داره که سری چیزای چرت و پرت. آقا گردو وایس. خیلی احتمال داره که این آخرین برنامه‌مون باشه. خیلی احتمال داره که این آخرین برنامه‌مون باشه. کانالمون هنوز راه نیفتاده. ما خیلی کندیم. خیلی کندیم. بردار. حداقل خیاره رو تموم کنیم. لعنت به این زندگی. چیپس دیگه نیار. کشمش. وای بیا هول شدم. کشمش بیاییم. همه رو نریزی ها. نه دیگه یه ذره بیا. بسته. خب نصفش دیگه اینقدر مونده تو اینجا. آقا این نامردی نیست برای ایشون، خوبه برای من مجازاته؟ نه نگاه کنین تو رو بچه اگه نشون نده اصلا نبینید بهتره. آره همون حال ما رو بعد خوردن این ببینید بکنم. این چشم بسته کم بود خدا رو شکر. تا من این چشمونو ببندیم یه دقیقش رفت. خب خوبه دیگه اینجوری گذر زمان حس نمیشه. همین سریس برده یکی رو. بابا من دارم اینو خورد میکنم. ماده اصلی آبدوخیار مونده هنوز. نوبت توه. تا الان من چیز خوب برداشتم. آره خیلی دیدم. کشمش تو برداشت اولیش مزخرف رو برداشتی کشمش. کشمش از اونا برای من بدتره. بابا 2 دقیقه‌مون رد شد. یکی رو بردار. بابا برو کارتو بکن. بری زود تموم شد. حداقل آب لیمو. بسه چرا اینا همه رو زیاد میریزی؟ بابا کم ریختم. وای دکتر شستشوی دل و روده بچه اگه آشنا میشناسید. بچه ها ویدیوهای قبلی ما رو ببینید. ما همیشه چقدر داریم کره کثیف کار میکنیم. ما همیشه اینجوری نبودیم. ویدیوهای درست حسابی هم داریم. یعنی چی زبون گل ها نمیفهمم. خودت بهش گفتی غیر منطقی حرف من بزن. منظورم دیگه اینجوری نبود که اصلا بی معنی باشه. خب همین میشه دیگه. منطق نداره دیگه. منطق نداره، معنی باید داشته باشه. وای اینو ما بعد مجازات برای یه چیزی میخوردیم به خدا. همینجوری خودمون بخوریم اینا خیلی اشتباه بود. این بعد مجازات کار غلطمون میشد. اصلا کلا ما داریم مجازات کارهای غلط نکردمون رو میکشیم اینجا. بیا بردار چیپس رو بردار حداقل، یا پیازی چیزی. عوض کردن جا. باشه بیا گردو. خیار رو بذار زمین. بلند شو بیا برو اون بر. ببین من چقدر چیزای خوبی برمیدارم. آره خیلی. اون کشمشه همه چی بدتر بود. سجاد الان باز قابل تحمله ها. این گوجه بره توش دیگه تمومه ها. ببینم من دکمه ضبط زدم. خیاراش هم خوب نیست. کی رفت گرفت؟ خیارا رو کی رفت گرفت؟ خودمون؟ گفتم اگر بچه ها رفتن
اگه بچه ها رفته بودن که من به خدمتشون میرسیدم، ولی متاسفانه خودمون رفتیم. یه ارو میز نندازون تو، همینجوریش به اندازه کافی گنگکاری داره میکنه. اینجا بوستا رو تمیزه. ای بابا هی سجاد اون یه دونه رو تموم کن بس کنیم. خدایا گردو رو همه رو بریز. 20 ثانیه فریز. آقا تکون نده دیگه. تو چرا دستتو تکون؟ خود داری یه تکون میدی تو هم. 20 ثانیه شد دیگه نشد؟ نه. بیا شروع، بیا تو رو خدا. بیا من نگران دل رو دمم. 20 ثانیه رو میرفتی چه؟ یا ابوالفضل ببین برگرده دیگه کارمون تمومه ها. یعنی امیدوارم تو فقط استودیو به گنگ کشیده بشه. دکمه ضبط رو زده باشم. دکمه ضبط رو نزده باشی. خب به جمالت. الان بس چند تا دیگه. بس آقا. نونو بریز تموم. یه خیار دیگه کم خیارش. نه بسته. هم نزنی؟ نونو بریز بعد هم بزن. حداقل با نون قابل تحمل تره. چی کاری شد. بودو سجی یه دقیقه مونده به چیز. بودو. همون آب لیمو با دوغ فکر کنم سم میشه پسر. کی ایده آب لیمو رو داد؟ من یواش پیداش کنم فقط. بچه کی آب لیمو رو ریخته اینجا نوشته انداخته توی این؟ من یواش ولش کن. نونو بریز اینه. نه هر کدوم از این آیتما رو یکی از بچه‌ها نوشته، برای همین نمیدونیم هم کی چی رو نوشته. کاش میتونستیم عین فیفا یه سری از اینا رو گرم کنیم، یه سریاش سجی زود باش. فلفل همینو کم داشت دیگه فقط. بریز قشنگ. آها خب نه بس قشنگ میریزم برات. بودو سجاد تو رو یه با آلارم بعدی نرسیم. چرا پفک از بین این همه؟ من با همش اوکی بودم. پفک واقعا چیپس میشد اوکی بود. آره چیپس خیلی بهتر از پفک بود. سجاد اونو ریختی هم میخواد گوجه پیاز اینا خوب بود خدا وکیلی، ولی ها اونو ریختی هم بزن ببینیم چی باشه. رسید صدا نرفتیم. چی میگفتم به اینا؟ یا ابوالفضل گفت خب یه هم بزن. حالا جالبش رو بخوریم خوب شده باشه. فکر نکن. الان تایم داریم هنوز 2 دقیقه یا تموم شد دیگه. آقا همه چی استفاده کردیم دیگه. آره قانونا تموم شده. حالا بذار ببینیم بعدی چی در میاد. آره بعدی ببینیم. اگه خوب بود یه کارتی بازی کنیم اضافه کنیم. اگه خوب که البته چیزی نمونده. ولی خب استاد بفهمید تست کن. استاد نمیشه یه به دوربین میشه نشون بدی؟ بذار اول اینو چرا حالا همون اولیه رو برداشتی؟ با کدوم بردارم؟ یه هم میزدی. آی دارم میمیرم. حذف کردن یه آیتم. این الان باید بیاد. No, God! No, God, please, no! No! این الان باید بیاد. ولش کن. تموم شد. آخه این شانس ماه دیگه. همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب. بچه این شد آبدوغ ما. سجاد جان میشه ببریم جلو؟ آره فکر کنم دیگه الان دوربین بچه‌ها چه زوم میکنن میبینن. بخور داداش اگه ببین
کرم توشه. کرمم تو آیتم همون بود. یه حلزون طوری من دیدم توش رفت پایین. نه بابا حلزونه چی؟ گردو بوده. بزن دیگه. بیا من بریز تو منتظرم. ظرف، بریز تو همینجا ظرفو بخور. بیار. ظرفو بیار ترتمیز باشیم بابا. آبش هم بریز خوبه. خب از کشمشای زیرش برنشت یا کشمش به هیچ وجه. ته. من باید دیگه هرچی رو بود برداشتم. نریز میخورم بذار تست کنیم. بخوری چجوری من بس فکر حالا بخورم. نمیخوام. بیا تست کنیم بریم با هم. آقا وایسا من یه ساعت وایسادم تو 3 2 اوف. اینا به درد سگ نمیخوره. بد نشده. به طرز عجیبی خوشمزه است. چه آبلیموش باحال شده توش. حتی پفکه نمیدونم مزه‌شو حس می‌کنم. نه من مزه پفکر رو حس نمی‌کنم ولی واقعا خوب شده. آبلیمونه بخار شده. واقعا خوب شده پسر. من هنوزم ترجیحم این بود که پفک رو نمیریختیم ولی خب نه من پفکشو دوست دارم اتفاقا. نه ولی بقیه چیزاش بد نشده. فلفله چقدر خوش طعمش گرفت. مثل پفکی شده که میمونه تو دهن. چندش خب بسته دیگه. خب خوبه که تو دستات پفکی میشه دیدی چجوریه؟ مثلا اون حالت رو خیسش. خداییش خوب شده. آره بد نی. بفهمید قرار بود بچه‌ها اگر از این اذیت ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید چه آیتمای دیگه پیشنهاد میدادید، چه غذایی رو برای بعداً پیشنهاد میدید دقیقاً. دوباره براتون یه از این ویدیوها بگیریم. یه چیز مفصل تر میتونیم برای برنامه بعدی انجام بدیم. خوش اومده ازش؟ نه خوشت اومده؟ نه بچی عفه شو بابا خوشت اومده. ویدیو قبلیمون دمتون رو گرم. ببینید. ویدیو دیگه اولمون بچه اگه اولین بار بود ویدیو ما رو میبینین ما خودمون رو توی ویدیو معرفی کردیم خودمون و کانالو. درسته؟ حتما ویدیو اولمون رو ببینین. ویدیوهای دیگری هم یا صح ببخشید بچه ما این دست کانالمون عوض شد درگشتیم خیلی طبیعیه این چیزا برای ما ولی دیگه همین دیگه بیشتر از آره این ویدیو طولش معرفی ندیم. ببینیم. ویدیوهای دیگه هم داریم. ویدیوهای اونا دیگه رو هم ببینید. ببینید. لایک، سابسکرایب و خداحافظ. تا هفته دیگه میبینیمتون تو تونایت.